برای خوش‌طعم کردن جوجه به این موارد نیاز داریم: ماست پرچرب، پیاز، فلفل، روغن، زعفران، سس. اینا رو با هم قاطی می‌کنیم. اینا رو قاطی می‌کنیم. 2 ساعت میمونه قاطی کردنی. بعد می‌ریزیم روی سینی فر تا برای پخت در فر آماده باشه. 1 پیاله ماست پرچرب، 1 پیاز، 1 فلفل، زعفران، بعدش ادویه، روغنم 2 قاشق 3 قاشق بزنیم که طعمش خوب میشه. با این موارد واسه جوجه خونگی خیلی خوشمزه میشه.